خوشبختانه ما و شما در داخل کشور افغانستان خودکفا هستیم در بخش فولاد. نه تنها خودکفا بلکه آماده صادرات به کشورهای همسایه و منطقه هستیم. उधर से काम के लिए हम इधर आता है. طور که اینا گفتن میگه ما از پاکستان به این خاطر اینجا آمدیم چون به پاکستان کار کم شده بود. همراهان نازنینم سلام و وقت شما بخیر. امیدوارم در هر کجایی که هستین خوب و خوش و آرام باشین. امروز با همکارا تصمیم گرفتیم که کارخانه ذوب آهن خراسان هرات به تصویر بکشیم و ببینیم که چگونه آهن تولید میشه، جایی که در سر تا سر افغانستان از لحاظ صنعت و اقتصاد نقش بسیار مهمی داره. همراه ما باشید. همراهان عزیز داخل کارخانه شدیم. سلام کوکو جان، وقت بخیر. خوبین؟ صحت خوب؟ صحت ما چطور دارین؟ بخیرین؟ صحت خوب ان شاء الله بخیر. کوکو جان خوبین؟ صحت خوب ان شاء الله بخیرین؟ قربان شما بخیر باشین. سلام علیکم. خوبین؟ قربان شما. تشکر. بخیر باشین. همراهان عزیز داخل کارخانه شدیم و ما میریم به سمتی که بالاخره تولیدی آهن میشه و ببینیم چگونه تولید میشه، مواد از کجا اینا میکنن و دستگاه ها را به تصویر بکشیم. در کل با پرسنل اینجا یک مصاحبه داشته باشیم و با کسی که بنیانگذاری ازی بوده و داره فعالیت میکنن از همه بخشا تصاویری می داشته باشیم و همچنان سوالاتی را مطرح میکنیم و در کل بفهمیم که آهن چگونه تولید میشه. همراه ما باشید. همراهان نازنین همین اکنون در کنار کارخانه قرار دارم، جایی که کار نخست شروع میشه و طبق معلوماتی که گرفتم دقیقاً دستگاهی در اینجا وجود داره که آهنها را داخل از میندازن و به نام کوره یاد میشه. من دوست دارم که یکی از پرسنل اینجا همراه ما همکاری کنه و در کل از صفر تا صد با ما گزارش بده که در اینجا چی فعالیتی میشه. با ما باشین، از صفر شروع میکنیم و میریم ببینیم که چه گپ. سلام وقت شما بخیر. سلام وقت بخیر. خوبین؟ صحت خوب؟ زنده باشید. چه دارین؟ صحت شما خوبه ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ زنده باشید. طبق معلوماتی که دارین آمدیم که بالاخره از کارخانه شما یک گزارش تهیه کنیم. از صفر شروع میکنیم تا هم 100. درسته؟ همکاری میکنین؟ حتما. یک معرفی کوتاه. بنده امیری هستم، مدیریت گودام سیخ گل به دوش بنده است. به نام خدا احمد فردین خواجه‌زاده هستم، مدیر تولید کارخانه ذوب آهن خراسان هرات. خوشحال شدم از دیدن شما. از کجا شروع کنیم؟ از قسمت همیشم شروع میکنیم. از کجا؟ از قسمت همیشم شو. همراه باش. خب دقیقاً از اینجا شروع میشه و شما میتونین یک توضیح بدن که این آهن‌ها چیه و از کجا آمدن؟ بسیار خوب. این شمشا که هستن از ایران وارد میشن، میاین به کشور عزیزمان افغانستان و به شرکت خراسان هرات. وقتی به این قسمت که رسیدن شمشا به اندازه 12 متر و 6 متر به این قسمت اینا تخلیه میشن که بعد از اینجا اینا به قسمت زیر گدام، به اون قسمتی که شما در تصویر بگیرید، بله به اون قسمت توسط تیم اینا در کل همون مرحله اول که از ایران میاد به اینجا به اندازه ها و سایزهای 12 متره و 6 متره. درسته؟ و بعدن میره به سمت کارخانه. درست؟ همراه باشین، ما میریم به سمت کارخانه و ببینیم که این آهن ها چگونه برش میشه و چطور به کوره و یا با دستگاه ذوب آهن قرار میگیره. با ما باشین. خب به این قسمت که هست دقیقاً آهن ها برش داده میشه. درست؟ بله. توسط چی برش داده میشه؟ توسط هوا برش. ما به این قسمت شما نظر بندازید، همین شمشای ما توسط اکسیژن، دبای اکسیژن، درست؟ دبای اکسیژن، درست. و همون ماشینی که به سرش وصل است دستگاه هوا برش. شما به تصویر داشته باشین به اون قسمت. این همون قسمت کمی
آهن‌های 12 متره و 6 متره و سایزهای چند متره اینجا با برش داده میشه؟ به سایز 2 متر. همراهان عزیز، دقیقاً ما به قسمت قرار داریم که همه آهن‌هایی که از ایران در اینجا میآید به سایزهای 2 متره در اینجا برش داده میشه و به سمت زاد یا کوره انتقال می‌یابد. میتونیم یک تصویر داشته باشیم؟ خیلی خوب. بعد از اینکه امی آهن‌ها به 2 متره تبدیل میشه، بعد از چه اتفاقی سر از آهن‌های بیچاره میفته؟ بعد از اینکه اینا به سایز 2 متر قطع شدن، اینا وارد کوره میشن. به تصویر داشته باشین این قسمت. بله. خطری خو نداره بالاش؟ نه خیر نه، بفرمایید. دقیقاً آهن به کجا قرار میگیره؟ دقیقاً بعد از اینکه برش داده شد به این قسمت انتقال یافته میشه و بعد از این به اون قسمت همون دستگاه وارد از اون دستگاه میشه و از اون قسمت هم به این قسمت انتقال پیدا میکنه. اینجا؟ بله. خیلی خوب. که توسط از این دستگاه به سمت جلو کشانیده میشه و بعد به داخل کوره وارد میشه. دقیقاً به کجا میره؟ شما تصویر داشته باشید. دستگاه همی بلتای ما خوب به قسمت جلو همو آهن‌های 2 متره که قرار به کوره بره توسط ازی انتقال داده میشه. و او دقیقاً کوره یعنی؟ بله. همراهان عزیز با ما باشین تا قسمت خود کوره را به نمایش بگذاریم که چگونه کار. سلام भाईजान क्या हाल है ठीक हो خوبه؟ हाँ जी सब ठीक ठाक با ما باشین. همراهان نازنین، طبق معلوماتی که گرفتم در این کارخانه چند تا از برادرای پاکستانی ما هم در اینجا کار میکنن. خیلی خوب میشه که همراه یکی از برادرانی که از پاکستانن و در این کارخانه در افغانستان کار میکنن یک مصاحبه داشته باشیم و ببینیم چه از سوالی دارن. همراه باشیم. سلام. वालेकुम सलाम ما ضرورت یک ترجمان هم داریم چون من دیگه پاکستانی نمیفهم واقعا. به اینا بگیم که چی باعث شده که افغانستان برای کار انتخاب کنن؟ वजह क्या होता है जो अब अफगानिस्तान आने के लिए? ये पाकिस्तान में थोड़ा काम कम था क्योंकि टैक्स ज़्यादा था, उधर मिल बंद हो रहा था, इस वजह से इधर आए हैं कि इधर थोड़ा सा ये काम का जो है ना प्रोसीजर जारी है, ज़्यादा मिल लग रहा है इधर से काम के लिए हम इधर आता है. طور کینا گفتن میگم ما از پاکستان به این خاطر اینجا آمدیم چون به پاکستان کار کم شده بود. ما خواستیم که بیایم به افغانستان بتونیم اینجا به همین کارخانه کار کنیم چون افزایش تولید به اینجا زیادتر را بتونیم اینجا خدمت بکنیم. پرسان کنیم که قبلا در این بخش به پاکستان کار میکردن، تجربه کاری دارن که این کار انتخاب کردن؟ आपको यहाँ आने से इससे पहले आपका क्या तजुर्बा था उधर पाकिस्तान में? यही सेक्शन में आप काम करते थे उधर भी? मैं उधर भी इसी प्रोसेस में काम करता था, फोरमैनी लेवल पे स्टील मिल में. میگه در قسمت همین پروسس در قسمت تولید به اونجا هم همین کار پیش میبردم در پاکستان. محیط و ماحول و حال و هوا و مردم افغانستان رو خوش کردی؟ आपको अफगानिस्तान में लोग और जो हवा है वो सब पसंद आया इधर नहीं? नहीं, इधर अच्छे लोग हैं, हमें पसंद है, ये हमारा इज्जत करता है, मुश्किल नहीं है, हमें परेशानी नहीं है, काम करने का मज़ा है इधर. هیچ تکلیفی دیگه با ما اینجا پیش نیامده. ما از مردم افغانستان از محیط ماحول از همه خوش هستیم و بسیار یعنی تعریف میکنیم از مردم افغانستان چون اینا واقعا میمان نوازن. بگویی بچه میگه به نمایندگی از تمام تیم کو ما هم شما بسیار زیاد دوست داریم. टीम की तरफ से और सब अफगानिस्तान लोग की तरफ से भी ये भी बोल रही है हम भी आप लोग को प्यार करते हैं. मसलन क्या बोला? बोला अपने टीम की तरफ से हम भी बोल रही है आपको प्यार करते हैं, हमको प्यार है, दोस्ती है. जी भाईजान, हम भी इनको इज्जत देते हैं, ये हमारा भाई है,
अफगानिस्तान वाला ये बहुत खूब है, हम इनसे प्यार करता है, ये बहुत अच्छा आदमी है. اینا شخصا از ما تعریف کردن، گفتن که برادر که در قسمت شما در این قسمت با شما قرار داره، ما از اینا هم خوش هستیم، اینا با ما همکاری دارد و تشکر از شما هم. تشکر. मुझे माफ करता है पाकिस्तान न पेखो. بریم خیر باشه. تشکر. وقت شما باشه. همراه باشه. همراهان نازنین دقیقاً داخل کارخانه قرار داریم و همراه عزیز ما کوشش میکنیم که یک توضیح عمومی در ارتباط به کارخانه بدهد. بسیار زیاد سر و صدای، امیدوارم صدای من درست بشنوید. استاد جان یک توضیح کوتاه با ما در کل بدید که داخل این کارخانه از کجا تا کجا چی فعالیت میشه؟ بسیار خوب. قسمی که شما متوجه شدین از این قسمت همین شمشای ما وارد کوره میشه و اون قسمت ذوب صورت میگیره. خب بعد از اینکه ذوب شد قسم اینا ذوب میشن که به همون سایزی که وارد شده به همون سایز دوباره پس بیرون میشن. بعد از اینکه شمش بیرون شد به این قسمت شما متوجه هستین، درست است؟ به اسم رف یاد میشه. خب به این قسمت از این قسمت وقتی که خارج میشه چند پاس میخوره همیشه شما که یک کم شکل کشیده تر به خود میگیره. بعد از این قسمت میره به قسمت دوم که به اسم پنجرول یاد میشه. بعد از پنجرول وارد قسمت آیم میشه. بعد از آیم که یعنی به آیم یعنی اینترمدیت، از اینترمدیت که فرود شد میره به قسمت کانتینیوز، از کانتینیوز هم میره به تولید. سایز تولید ما امروز 12 است. بعد تمام میشه اونجا به نتیجه میرسه. بله بله و در قسمت آخر هم میره به بندلینگ و بعد هم دیگه ذخیره میشه به خود آخر. خب استاد جان دقیقاً در اون قسمت ما یک اتاق دیدم، همچنان در اون قسمت هم یک اتاق دیدم. این اتاقا چه مسئولیت داره؟ چه کار میکنه؟ همین اتاقی که اینجا شما میبینین به اسم اتاق آپراتور یاد میشه و اون اتاقی که به اون قسمت است به اسم اتاق کنترل یاد میشه که تمام همین پروسس، همین شمشی که از کوره خارج میشه تا به قسمت تولید توسط همین دو اتاق کنترل میشه و به پروسس میرسه. در کل از صبح تا به شام اینجا کار میشه؟ از ساعت 7 الی 7 شب. تشکر. با ما باشید. همراهان نازنین دقیقاً در قسمتی قرار داریم که بعد از ذوب و قالب بندی و تمام کارهایی که ضرورت میشه و ضرورت شده را انجام میدن و در قسمت آخر نتیجه تمام فعالیت هایی که میکنن دقیقاً به این سپاه تبدیل میشه و اینا بسته‌بندی شده آماده. دقیقاً همونطور دقیقاً قسمی که شما گفتین در این قسمت شما این قسمت رو به تصویر داشته باشین که به اسم کلمبید یاد میشه که از این قسمت توسط از این قیچی سایزبندی و در این قسمتی که شما به تصویر میبینین در این قسمت به اسم بندلینگ و یا بسته‌بندی میشن و به این قسمت انتقال پیدا میکنن، یعنی خاتمه کار به همین قسمت است. بله اینا بار میشه و میره و از این قسمت بار میشه و اخراج میشه. همراهان نازنین سلام مجدد.
همین اکنون در دفتر مرکزی کارخانه ذوب آهن خراسان هرات قرار دارم و دقیقاً در کنار رئیس کارخانه. سلام، وقت بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز شما و همچنان همکاران نهایت مهربان شما. قربان شما، تشکر. یک معرفی کوتاهی اگر جناب رئیس برای بیننده ها داشته باشین. من صبغت الله ولیزاده هستم، رئیس شرکت ذوب آهن خراسان هرات. خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. سلامت باشیم، همچنان خوشحال شدم. جناب رئیس، اهداف اصلی تاسیس از کارخانه و شرکت چیه؟ اهداف اصلی تأسیس ذوب آهن خراسان هرات رشد توسعه صنعت فولاد افغانستان و همچنان زمینه کاری برای مردم ملت افغانستان. این کارخانه در کل به چه تعداد نیروی کاری مصرف ساخته؟ در کارخانه ذوب آهن خراسان هرات ما بالای 100 نفر پرسنل فعال، انجینران مجرب و ورزیده اینجا فعالیت میکنه. خیلی خوب. من پیشتر که داخل کارخانه شدم دیدم که چند تا از برادرای پاکستانی هم در اینجا مصروف کار بودن. بله، در کنار از این که ما انجینران مسلکی و مجرب داخلی داریم که از افغانستان ما و شما هست، در کنار از اونا انجینران خارجی از کشورهای مختلف هندی و پاکستانی در اینجا فعالیت میکنن. خیلی خوب. پس شرکت برای از اونا برای بودواش جای چیزی هم حتما فکر زدن دیگه، درست؟ بله حتما. ما در این جگاه به خاطر آرامش و آسایش از اونا مکان در نظر گرفتیم و اونها از طرف روز و از طرف شب به اون جگاه استراحت میکنن. دقیقاً مکان حمل و همچنان با امکانات رفاهی. خیلی خوب. من میخوام یک سوال بسیار اساسی رو مطرح کنم، این که رشد صنعت فولاد در افغانستان چگونه؟ رشد صنعت فولاد افغانستان خوشبختانه ما و شما در داخل کشور افغانستان خودکفا هستیم در بخش فولاد. نه تنها خودکفا بلکه آماده صادرات به کشورهای همسایه و منطقه هستیم. پیام شما برای مردم، برای سرمایه گذاران، برای شرکت های ساختمانی چیه؟ پیام من به مردم ملت افغانستان اینه که بیاییم دست به دست هم بدیم تا یک کشور صنعتی و خودکفا بسازیم. افغانستان را کشور بسازیم که از هر صنعت خودکفا بشه و این محصولاتی که در داخل کشور تولید میشه از این استفاده بکنیم. و من یقین و باور دارم که فعلا محصولاتی که در داخل افغانستان تولید میشه از لحاظ کیفیت بهترین در منطقه هست. و همچنان یک پیام دیگه به تجار و سرمایه گذارانی که در خارج از کشور هستند اینه که بیاین افغانستان را افغانستانی بسازیم خودکفا و صنعتی. فعلا زمینه سرمایه گذاری برای صنعت تجارت در داخل افغانستان بسیار بسیار عالیه و من درخواست دارم از برادرایی که در خارج هستند بیاین در داخل کشور سرمایه گذاری بکنین، کشور بسازیم که واقعا ارزش داره. رئیس محترم، برای از اینکه کارخانه به راه بیفته دقیقاً چقدر سرمایه گذاری شده؟ ما در کارخانه ذوب آهن خراسان هرات مبلغ 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم و انشالله در فاز دوم کارخانه ذوب آهن خراسان هرات که انشالله ما و شما شاهد افتتاحیه از او در سال آینده هستیم، در از او بخش هم آماده سرمایه گذاری هستیم و انشالله که او را هم افتتاح میکنیم. خیلی روزانه چقدر تولیدات داره فعلا این کارخانه؟ ما در این کارخانه روزمره 300 تن میلگرد تولید داریم در یک شیفت. البته محصولاتی که ما تولید میکنیم از میلگرد سایز 8 میلی
تا 32 میلی با گرید های مختلف، یعنی با استانداردهای بین المللی، گرید 60 75 و همچنان گرید 100. یعنی محصولات ما در پروژه های بزرگ ملی افغانستان هم استفاده میشه. از لحاظ کیفیت در منطقه انشالله که حرف اول میزنه. ممنون شما. سلامت باشید. همراهان عزیز، طبقی که در کل گزارش را دیدین از 0 تا 100 کوشش کردم ذره به ذره کارخانه خراسان هرات که آهن تولید میکند به تصویر بکشم و گزارشی کاملا ویژه‌ای بود. تا برنامه بعد و گزارش بعدی، بدرود.